ای مردم از الله تعالی ترسید. یا ایها الناس اتقوا ربکم، از پروردگارتون ترسید. ان زلزله الساعه شیء عظیم، زلزله روز قیامت چیزی بزرگ است. زلزله روز قیامت چیزی بزرگ است. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. روز زلزله روز قیامت مثل زلزله های دنیا نیست. هر یک صاحب حمل حمل خودش را میپرتاید. کدام مثلا حیوانی که باردار هست، حامله دار است، زنی که حامله دار است، از ترس روز قیامت اگر حامله باشد حملش میپرتاید. همین سال 2011 بود یا زلزله شد در تاجیکستان. چقدر شخصیت ها به نزد من آمدند و من شنیدم همین ها حامله دار بودن، حملاشون پرتافتن. به خاطر داشته باشد کسی، تابستان سال 2011 بود. ببینید الله تعالی میگه که روز قیامت، زلزله روز قیامت، زلزله است که حامله دارها حمل خود را از ترس اون روز میپرتند. و تدع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا. مردم رو مثل مست میبینی. مست یعنی شخصی که بسیار عرق نوشیده است، بسیار می نوشیده است، در پایش ایستاده نمیتواند. و ما هم بسکارا. الله تعالی میگه که اونها مست نیستند، ولكن عذاب الله شدید، لیکن عذاب الله تعالی وزنین است. نه الکی هر یک عملی که در دنیا کردن به چشمشون میبیاید، به نظرشون میبیاید، بعد اون قدر گناه که کردن اون روز وحشتش خودش وایمه است. اللهم اني اعوذ بك من فزع يوم القيامه. اللهم انا نعوذ بك من فزع يوم القيامه. ای الله ما را از ترس روز قیامت در حفظت نگاه دار.